عینک هوشمند گوگل، ایده‌ای که حتی اسمش هم جذاب، ایده‌ای که در جذابیت ایده نمره خوبی داشت و هر یه دونش هم $1500 قیمتش بود. اما آیا بود و نبود یه عینک هوشمند $1500 برای آدم‌ها میارزه؟ پاسخی که بازار به کمپانی بزرگی مثل گوگل در این ایده جذاب داد این بود که نه، نمیارزه. هر ایده‌ای که به ذهنمون میرسه باید از خودمون سوال کنیم آیا بود و نبودش اونقدر میارزه؟ اگر پاسخ منفیه، جذابترین ایده هم باشه مثل ایده عینک هوشمند گوگل، نمیگیره و بازار نخواهد داشت و مشتری بهایی براش نخواهد پرداخت. خیلی از صاحبان کسب و کاره با تجربه هم دیدن که تو این دام میافتن و نمیتونن از این دام بیرون بیان و محصولاتی میسازن و خدماتی تولید میکنن که بازار بهاش رو نمیپردازه، چون بود و نبودش اونقدر ارزش نداره.